درود خدمت دوستان و همراهان کانال حکایت‌های ماندگار. حکایت امروز حکایت ضرب المثل مریض خرخورده هست. یک حکیمی بود که پسرش از آب و گل در اومده بود و درس خونده بود و جناب حکیم مشی برای اینکه فوت و فن طبابت رو بهش یاد بده اونو همراه خودش به عیادت مریض‌هاش می‌برد. یک روز که جناب حکیم مشی بالای سر یکی از بیمارهاش رفت، پسرش دید که حال مریض از طبابت بابا بدتر شده و تبش هم رفته بالاتر و بستگان مریض هم که خیلی پریشونن دارن تو سر و کله خودشون میزنن. اما بابا خودشو از تنگ و تا ننداخته بود و مشغول سر و کله زدن و رفتن ما مریض بود. البته پسر حکیم که جوان هم بود و بی تجربه حساب دستش نبود و نمیفهمید که قضیه از چه قراره و باباش داره چی کار میکنه. اما حکیم مشی کار کشته که بارها توی این تنگناها گیر کرده بود تکلیف خودشو خوب میدونست. با طول و تفصیل و آب و تاب مریض رو معاینه کرد و موقع معاینه کردنم لفتش داد و بعد از معاینه اخماشو تو هم کرد. یه خورده فکر کرد و با اوقات تلخی گفت که من نگفتم مواظبش باشید و نذارید ناپرهیزی کنه. دور و بریای مریض که منتظر چنین حرفی نبودن جا خوردن و هاج و واج به هم نگاه کردن و از بین اونا یکیشون با من و من گفت نخیر ناپرهیزی نکرده، نذاشتیم ناپرهیزی کنه. اما حکیم مشی با خاطر جمعی فراوون خیلی قرص و محکم جواب داد که نخیر حتما ناپرهیزی کرده. اگه ناپرهیزی نکرده بود با اون نسخه که من بهش دادم تا حالا هم تبش قطع شده بود هم که حالش خوب شده بود. توپ و تشر حکیم مشی کار خودشو کرد و یکی از کسای بیمار با لحنی که پشیمونی و عذرخواهی ازش میبارید گفت تقصیر از ما شد که روبروی اون خربزه پاره کردیم. اونم چشمش که دید دلش خواست. دیدیم مریض گناه داره، ما هم یه قاشق نازک بهش دادیم. پسر حکیم وقتی که دید همه با تعجب و تحسین به باباش نگاه میکنن با غرور فراوان سراپای پدرش رو برانداز کرد و باطناً خیلی خوشحال شد که همچین پدری داره. اما از وقتی که همراه پدرش به عیادت مریض میرفت گرچه خیلی شگردا ازش دیده بود ولی این یه چشمه رو دفعه اول بود که میدید. وقتی بابا و پسر برگشتن خونه پسر حکیم مشی با اصرار و سماجت از باباش خواست تا این راز مگو رو بهش بگه. حکیم مشی هم بادی به قبقب انداخت و گفت بچه جون اینقدر که میگم هر بار میریم عیادت مریض حواستو جمع کن برای همین میگم دیگه. مگه ندیدی وقتی داشتیم میرفتیم تو خونه زتل زباله‌شون پر بود از پوست خربزه و پوست انار. هر وقت نسخه دادی و حال مریضت خوب نشد به دوروبر رخت خوابش به این ور اون ور اتاق حیاط نگاه کن. اگه یه دونه انار یا یه تیکه پوست خربزه افتاده بود بدون که ازش به مریض دادن. هوش به خرج بده، به هوش خودت بگو مریض ناپرهیزی کرده. مدتی از این مقدمه گذشت و یه روز حکیم مشی زکام سخت شد و 10 روزی توی خونه افتاد. بعد هم با این خیال که پسرش هم فوت و فن کار رو یاد بگیره هم که مریضاش به سراغ حکیم دیگه این نرن و مشتریاش کم نشه اونو سر مریضش فرستاد و تو محکمه نشون. از قضا یه روز اومدن دنبالش و بردنش به عیادت یه مریض. اونم نسخه داد و اومد. پس برداشت که دوباره به عیادت مریض رفت دید که ناخوش حالش بدتر شده بود و
پسرم تمام اون ادا اطوارایی که باباش بهش یاد داده بود و در آورد و آخر سرم یه بادی به گلوش انداخت و گفت نگفتم نذارید ناپرهیزی کنه؟ یکی از بستگان ناخوش جواب داد ابداً، اصلاً ما دست از پا خطا نکردیم. شما هرچی گفتین ما همون کار رو مو به مو انجام دادیم. پسر حکیم باشی با اوقات تلخی و بدلابی فریاد زد نه خیر، ناپرهیزی کرده، حتما ناپرهیزی کرده. همینه که میگم، رو حرف من حرف نزنید. خوشمزه این که هرچه بستگان بیمار بیشتر انکار میکردن، پسر حکیم باشی اصرارش بیشتر میشد و از حرفش بر نمیگشت. به طور که سماجت و پافشاری اون دور و بریای مریض رو حسابی ذله کرده بود. در آخر هم دنباله این اصرارش به اینجا رسید که فریاد زد نه خیر، ناپرهیزی کرده و خر خورده. نه خیر، ناپرهیزی کرده و خر خورده که اینجوری حالش بد شده. همین که پسر حکیم باشی گفت خر خورده که اینجوری حالش بد شده، طاقت جمعیت طاق شد و بی اختیار زدن زیر خنده. آقازاده از خجالت غرق عرق شد و مثل گربه کتک خورده غیبش زد. حکیم باشی وقتی فهمید آقازاده چه دستگلی به آب داده، دو بامبی زد تو سرش و پرسید از کجا به فکر خرخوردی مریض افتادی آخه؟ بیچاره خنگ بیهوش گفت آخه وقتی از تو حیاط رد شدم دیدم یه پالون خر کنج حیاط گذاشتم. خب منم خیال کردم خر خورد. بله، این بود حکایت امروز ما. دوستان و همراهان عزیز کانال حکایت های ماندگار، اگر از این ویدیو خوشتون اومده فراموش نکنید که لایک کنید و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید با این کار از ما حمایت کنید. خوش باشید.